مذهب مردم راجع به آیسان اسلامی عزیزمون چی؟ حالا می‌خواستن الان قبلا شما بوده یا اگر می‌خواستن ماشین جدیدشون خریدن تبریک بگیم بهشون، یا نه اصلا توی ایران همچین رسم و رسوماتی نیستش که بخوایم توی کریسمس بچه‌ها زمین متر می‌کنن؟ خیلی حالا داده به این ور اونور که بچه‌ها کار نتونستن بکنن، آیسان براشون کار اوکی کرد. الان قبلا میگن تو پارک‌ها می‌خواستن انجامش بدن، تو ایران نشد. الان که مثلا ماه رمضان نزدیک داره میاد و شما حالا عرض خدمتتون سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سلام دکتر. من نمیفهمم چی میگی. سوالم متوجه. من اصلا نمیفهمم چی میگی. بچه مازندران، عرض سلام خواستم شدم خدمت همه بچه مازندران. حالا اگر می‌خواستن قبلا کاشت درخت کاری بود، روز 13 آبان روز دانش آموز بود. الان آیسان اسلامی چه جوریه که حالا 12 میلیون فالوور داره؟ الان قبلا اصلا بوده یا الان میشه؟ ببین به نظر از پسش میتونه بر بیاد. آیسان اسلامی قبلا می‌خواسته تو آمریکا، الان ماشین خریده. حالا قبلا تنیس بازی می‌کرد با راجر فدرال سوئیسی و اندی مورای اسکاتلندی. چه جوری بوده که الان تو خیابون گرگان تهران گفتن علی داییه؟ گفتن دیگه. مرسی که اینجوری مخفی و تا آخر نگاه کردید. مرسی که در خدمت ما بودید.